وقتی میگن ماشین AWD یا 4WD داره دقیقاً یعنی چی و چه تفاوتی داره؟ AWD یعنی All Wheel Drive، سیستمیه که خودش به صورت خودکار تشخیص میده قدرت رو به کدوم چرخ بده. یعنی همیشه همه چرخ‌ها میتونن درگیر باشن، ولی بسته به شرایط جاده سیستم خودش تصمیم میگیره که کی و چطوری. این بیشتر توی کراس‌اوورهایی مثل BMW X3 دیده میشه. برای رانندگی توی شهر عالیه و اگر بارون و برف سبک باشه گزینه مناسبیه. اما 4WD یا همون 4 Wheel Drive یک چیز دیگه است. توی این حالت شما خودتون سیستم رو فعال میکنید. قدرت به طور مساوی به هر چهارچرخ منتقل میشه و برای جاده‌های خشکی یا آسفالت مناسب نیست. دلیلش هم اینه که به گیری بوکس و دیفرانسیل فشار میاد. این رو توی ماشین‌های آفرود واقعی می‌بینید، مثل تویوتا لند کروزر یا نیسان پاترول. برای گل، شن، صخره و کوهستان عالیه. جمع‌بندی اینه که اگر دنبال یک سیستم هوشمند و راحت برای رانندگی روزمره یا زمستون و برف سبک هستید، AWD گزینه مناسبیه. اما اگر دنبال آفرود واقعی هستید، باید برید سراغ 4WD.